40 شب و 40 روز از خانه یتیم به نام شامی پیش ازی نان برده میشه و پرسان نکرده که حق یتیم است. آیا ای آجی و وکیل و ریش سفیدی که در چلزی آمدن و کلشان شکما را پر کردن و دانا را فاکده و لبای چرب شدگی از خانه از اینا رفته و کلشان حق یتیم خوردن، آیت قرآن در شان ازی درست میشه یا نمیشه که ان الذين یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون، اینا در چی میگه؟ الله متعال میگه در شکمهای خود چی میکنن؟ آتش دوزخ در روز قیامت در شکم زلال است. پس در مرگ مرده هم اگر انسان مطابق شریعت الله حکم بکنه و در اینجا غرور و تکبر نکنه، رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که حمزه رضی الله تعالی عنه وفات کرد یا به شهادت رسید، جعفر رضی الله تعالی عنه وقتی به شهادت رسید، سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم در مرده چی بود؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم بر مردم خطاب کرد که اصنعوا لآل جعفر طعاما، شما برین به خانواده جعفر طعام در خانه تان تیار کنین. کچالو داری، برنج داری، قورمه داری، دال داری، برنج داری، او رو تیار کو، بیار بر از اعضای خانواده جعفر بگذار، خودت برو پس، که اینا بیچاره وقت ندارن که غذا تهیه بکنن. آل ما سنت رسول الله صلی الله علیه و اگر تطبیق کردیم، جنازه ما در عبادت است و اگر نه در غیر عبادت است. از این خاطر برادرای محترم، اینمی تقسیم اوقات 24 ساعته رسول الله صلی الله علیه و انسان پیش خود داشته باشه و مطابق نقشه رسول الله صلی الله علیه و سلم. دین نقشه جدید کار نداره. دین هیچ عالم نیاز نداره که او بخیزه بر ما نقشه جدید ترسیم بکنه. دین نیاز نداره که کس بر ما و شما جدیدن خیر و شر ترسیم بکنه. الله متعال میگه که الیوم اکملت لکم دینکم. وقتی که آیات قرآن نازل شد و رسول الله صلی الله علیه و در 23 سال تمام شریعت الهی را کلش تطبیق کرد. هیچ چیزی از پیش رسول الله صلی الله علیه و در دین از اعتقادات، از عبادات، از اخلاقیات نمانده بود مگر ای که رسول الله صلی الله علیه و سلم او را یکه یکه بالای خود، بالای خانواده خود، بالای فامیل خود، بالای جامعه اسلامی، بالای تمام مسلمان ها تطبیق کرد. با این خاطر الله متعال گفت الیوم اکملت لکم دینکم. امروز الله متعال دین بر شما تکمیل کرد، نقشه دین تکمیل شده. وظیفه علما همی هست که بگویند که الله در این قسمت این قسم گفته و رسول الله صلی الله علیه و سلم این قسم عمل